سال‌هاست که می‌خوای زبان یاد بگیری. کلی پول کتاب و کلاس و دوره‌های مختلف دادی، اما هنوزم که هنوزه یا جواب نگرفتی یا هر دفعه که شروع کردی بعدش ول کردی. بهت قول میدم که دیدت نسبت به زبان همینطوری میمونه اگر با همون روشی که الان داری درس می‌خونی بخوای ادامه بدی. امروز و تو این ویدیو می‌خوام تجربه 14 سال زبان خوندنم و اینتراکشنم با بچه‌های مختلف و زبان‌آموزهایی که همه این مشکلاتو دارن باهاتون شیر کنم. یه بار واسه همیشه می‌خوام بیام بگم آقا جان ما چجوری درس بخونیم، چجوری زبان باید خوند. خیلی مهمه اینکه شما ماهیگیری رو خودتون بلد باشین و دوست دارم همه چی رو بهتون بگم که یک راهنمای کامل داشته باشین. برین دیگه واسه خودتون عشق کنین، برین زبان رو بخونین و کیف کنین. اگه میخوای واقعا یاد بگیری درست زبان بخونی تا آخر این ویدیو رو ببین، چون ثانیه به ثانیه چیزایی که میخوام بهتون بگم تجربه های ریز و درشتیه که تو این 14 سال به دست آوردم و الان میخوام همه رو باهاتون شیر کنم. اولیش کلمه میخواین یاد بگیرین، کاری که اکثر شما عزیزای دل انجام میدین و اشتباهه. دفترتون رو باز میکنین، کلمه انگلیسی رو مینویسین، معنی فارسیش هم جلوش مینویسین، یا مثلا 504 رو باز میکنین، کلمه ها زیر هم دیگه حفظ میکنین، پیش میرین. بعد میپرسم که فلانی معنی کلمه هایی که مینویسی رو از کجا در میاری، یعنی از کجا میفهمی این کلمه انگلیسی معنیش این میشه؟ میگه گوگل ترنسلیت یا دیکشنری فارسی. مثلا نمیدونم اولین جلسه رو چجوری میشه با hello how are you شروع کرد تا وقتی که تو اولش نمیدونی من چجوری اصلا باید با دیکشنری کار کنم. اصلا دوست شدن با دیکشنری یکی از حداقل کارهاییه که باید انجام بدین. دیکشنری مثل یه معلمی میمونه که همیشه باهاته، یعنی اصلا اگر جایی بودی و نمیدونی، کسی هم نبود که بهت بگه، دیکشنری زیر و بم استفاده از یه کلمه رو بهت یاد میده. همون زحمتی که میکشی کلمه ها رو وارد دفترت بکنی، به جای اینکه بیای کلمه انگلیسی رو بنویسی روبروش معنی فارسی بنویسی، اطلاعات دیگه‌ای که دیکشنری درباره اون کلمه بهت داده رو خیلی درست و کامل بنویس که اشراف داشته باشی، که تسلط داشته باشی که چجوری من از این کلمه باید استفاده بکنم. اون وقت میتونی بگی من این کلمه رو بلدم، وگرنه معنی فارسی جلوش نوشتن اصلا به درد نمیخوره. یک کلمه رو اصلا چجوری سرچ کنم پوجان؟ یا یک دیکشنری انگلیسی روی گوشیت داشته باش، یا اینکه اصلا من پیشنهادم اینه که گوگل کن، کلمه رو بزن، کنارش بزن مینینگ، که توی دیکشنری‌های مختلف معنی بهت بده، یا دیکشنری کمبریج یا دیکشنری لانگمن، مریم وبستر. جذاب‌ترین و هندی‌ترینشون همون کمبریجه. قدم به قدم کار با دیکشنری رو باید بلد باشین به عنوان زبان آموز. خب فوجان دیکشنری اصلا چی داره که میگی مهمه؟ چی داره که مثلا این مدل فارسی به من نمیده؟ از همون بالا شروع میکنین. اولین چیزی که نگاه میکنین و چک میکنین به نظرتون چیه؟ خودتون الان فکر کنین رو بهم بگین. نه معنی، نه مثال. اول از همه part of speech اون کلمه رو میخونین. part of speech یعنی چی فوجان؟ یعنی نقش و جنس اون کلمه یا لغت یا واژه. اینکه توی جمله‌ام چه نقشی داره. داره نقش adjective یا صفت رو بازی میکنه، داره نقش noun یا اسم رو بازی میکنه، یا داره نقش فعل یا verb رو بازی میکنه. بذارین اصلا یکی از سوتی‌های خودم رو وقتی که توی آموزشگاه درس میخوندم بهتون بگم. من همیشه از این کنایه‌ای بودم که سوپروایزر رو فالو میکردم، همه جا میگفتم این ترم بر من خیلی آسونه، من میخوام که جهشی بخونم برم چند ترم بالاتر فلان بیسار. گفتش که اوکی بیا بشین یه اینترویو ازت بگیرم. گفتم باشه. خیلی حالا کاکی و اینا. یه سوالی پرسید و من وسط حرف زدنم اون موقع هم خیلی لولای تقریبا پایین بودم، شاید مثلا A2 بودم، ولی خب هنوز هیچ ایده‌ای درباره این پارت اف اسپیچ نداشتم، چون دقیقاً مثل شما کلمه می‌نوشتم، بعد سریع دیدی توی کلاسم می‌خوای خیلی سریع مثلا همه چی رو نوت برداری بکنی، می‌نوشتم سریع معنی فارسیشو جلوش می‌نوشتم. برگشتم گفتم که می‌خواستم بگم من از انتخابم راضیم. برگشتم گفتم که I'm happy with my choose. خیلی خیلی جدی. و choose میشه انتخاب کردن، choice میشه انتخاب، choose ورب یا فعل، choice noun یا اسمه. I'm happy with my choice. با انتخابم راضیم، نه با انتخاب کردنم. چیزی نگفت. بعد آخرش اینو آورد به روم و من اینجوری بودم که it just hit me. part of speechی هم وجود داره توی زبان انگلیسی. باید یک کلمه رو که یاد میگیرم ناونشو، وربشو، ادجکتیوشو درارم و همه رو کنار همدیگه بنویسم توی دفترم. بریم پایین‌تر. دومین چیزی که چک میکنین چیه؟ بیشترتون میگین که تلفظشو. آفرین، تلفظشو. بعد چیکار میکنین؟ تلفظش چجوری چک میکنین؟ دقیقاً میزنید روی بلندگوه براتون تلفظ میکنه. بچه جون این کارم نکنین. به جاش باید
فونتیک یاد بگیرین بخونین. فونتیک یاد گرفتن اصلا وقتی نمیگیره ازتون. باور کنین سمبل های فونتیک رو بخواین یاد بگیرین توی یه هفته کامل میتونین بهش مسلط بشین. از اونجا به بعد هر کلمه‌ای که میخواین سرچ بکنین و فونتیکش رو یاد بگیرین. وگرنه فکر کن خیلی خوب دارم صحبت میکنم، بعد میخوام یه کلمه خیلی خفن استفاده کنم ولی درباره تلفظش مطمئن نیستم، بعد کل اعتماد به نفسم روی اون تلفظ اون یه دونه کلمه یهو میریزه. خطای شنیداری آدما از خطای دیداریشون خیلی بیشتره. تو وقتی یه چیزی رو بشنوی و همزمان بخونی داری دوتا ورودی میگیری، از دوتا حست داری استفاده میکنی و اون فونتیکی که میخونی خیلی بهتر توی ذهنت میشینه تا اینکه فقط بزنی بلندگوه و 2 ساعت بعدش اصلا یادت بره تلفظش چی بود. یادگیری فونتیک و فونتیک خوندن به تو چیزایی رو میگه که تو 100 بارم اون بلندگو رو بزنی تو اون بلندگویی نمیتونی تشخیص بدی این زیر و زبرا یعنی چی. و زبان آموزی نبوده که من این فونتیک رو بهش یاد بدم و بگه فوجان من هیچ ایده‌ای نداشتم این اصلا اینجای دیکشنری چی داره میگه، الان چقدر کارم آسون شده، چقدر اعتماد به نفس دارم. چون دقیقاً اون تریکی رو میدونم که هر کسی نمیدونه. من حتما یه ویدیو در رابطه با فونتیک براتون میسازم که یه بار واسه همیشه خیالتون رو راحت کنه. بچه‌ای که میخواین مهاجرت بکنین که حتما یاد بگیرین. یه مثال خیلی واقعی رو براتون میزنم که اصلا بهش پی ببرین که چقدر واجبه. یکی از بچه‌ها که کلاس خصوصی داشت باهام چند وقت پیش میگفتش که تازه 1-2 ماه بود اومده بودم دالاس آمریکا و ماه اولش بود که پریود شده بود و میگه من رفتم داروخونه میخواستم پد بگیرم و هی میگفتم پریود. بچه‌ها اینا اصلا نمیفهمن. فوجا ما حالا لهجه آمریکایی که نباید داشته باشیم، اوکی دیگه مثلا یه کلمه‌ای رو بگیم اون منظورمون رو نه بچه‌ها نمیفهمه. شما خودتون رو بکشین هم به کامپانی بگین کمپانی، به مدرن بگین مدرن، به پیریود بگین پریود، نمیفهمن. ما رو نبین که مثلا سعی میکنیم و تا یه جای حدس میزنیم میفهمم میگیم اینو میگه، اونا نمیفهمن. بعد اینکه لهجه با تلفظ زمین تا آسمون فرق میکنه. این دوتا مقوله کاملا جدا از همن. تلفظ جزء ارکان اصلی یادگیری هر زبانیه. یعنی تو به اندازه همون گرامر و لغت و چیزای دیگه مهمه. مثلا اگه به کلمه special بگم special یا به breakfast بگم breakfast، میدونی مثل چی میمونه؟ مثل میمونه که من تو فارسی به دیوار بگم دیوار یا مثلا به اتاق بگم اتاق. همینقدر تاثیر داره. تا اینجا 2 تا از مهمترین کمک‌هایی که دیکشنری میتونه بهتون بکنه رو یاد گرفتین، اما به دردتون نمیخوره مادامی که شما ندونین از یک کلمه توی جمله چجوری استفاده کنین. ذهنتو عادت بده که با پارت اف اسپیچ شروع کنه، فونتیک رو چک کنه و بعد نیاد دفینیشن. معنی یا دفینیشن نمیخواید چون بدتر گیجتون میکنه. مستقیم برین سراغ مثال و مثال بخونین. کلمه ها رو منفرد یاد نگیرین، توی بافت و کانتکستشون یاد بگیرین. دیدین میگن کشمش دم داره؟ کلمه هم همونه. هر کلمه یه دمی داره. یعنی چی؟ یعنی که من پروپوزیشن یا حرف اضافهش چیه؟ کالوکیشناش چیان؟ دوستایی که باهاش قرار میگیرن توی یک جمله باهاشون خیلی بیشتر دیده میشه، اونا چیان؟ رسمیه یا غیر رسمیه؟ مثلا با رئیست میخوای بری صحبت بکنی، از اون کلمه استفاده نکنی که به دوستت همیشه میگی. و همه اینا رو مثال بهتون میده. مثال بچه‌ها اصلا اینجوری کار میکنه که براتون داستان میگه. ما از بچگیمون اصلا آدمیزاد داستان دوست داره. کلمه‌ای که یاد میگیری رو داستان یاد بگیر. من باورتون نمیشه بعد از سالها یه کلمه‌ای که میخوام بهش فکر کنم اول مثاله میاد تو ذهنم، بعد کلمه تو ذهنم میاد. میگم اون مثاله کلمش این بود. یه مثال یکم ساینسی و علمی بخوام بهتون بدم. قدیما بر این باور بودن که وقتی میخوای یه چیزی رو یاد بگیری باید خیلی موجز، مفید و مختصر یاد بگیری، مثل این جزوهای کنکوری که کامپکت میکنن همه چیزو خیلی خلاصه. اما الان دارن به این نتیجه میرسن که اصلا اینطور نیست. تو وقتی میخوای یه چیزی رو یاد بگیری باید تا میتونی شیرجه بزنی تو دلش تا یه یادگیری عمقی داشته باشی اگه واقعا میخوای توی ذهنت بمونه، که شبکه سیناپسی اون کلمه خیلی گسترده تر باید باشه. شبکه سیناپسی رو مثل یه ریشه یه درخت در نظر بگیرین که وقتی ریشش خیلی همه جا سرک کشیده، همه جا رفته، محکم تو دل زمینه و خیلی گسترده شده، اینو بادم تکون نمیده. شما وقتی مثال میخونین
باعث میشه دایره لغاتتون افزایش پیدا بکنه. چطوری؟ داری مثال میخونی واسه یه کلمه مشخص، میری میخونی میبینی یه کلمه جدید دیگه هم داره، توی دیکشنری میزنی روش، اون کلمه رو هم بهت نشون میده معنیش چیه. مثلا یکی از اون کلمه‌هایی که دیروز به یکی از بچه‌ها داشتم میگفتم و اول مثالش اومد تو ذهنم و بعد تو دل مثاله اون کلمه جدیده رو بهش یاد دادم. اون بذارید بهتون بگم. کلمه سالک، آی کوتاه، یعنی قهر کردن خیلی بچگانه‌ای که دیگه اصلا حرف نمیزنی. He's sulking in his room because I wouldn't let him have any more chocolate. وقتی این مثال میخونی ناخودآگاه تصور میکنی، ناخودآگاه تو ذهن تصویر میسازی که انگار یه بچه‌ای گریه میکرده میگفته من شکلات میخوام، مامانش بهش نمیداده، قهر میکنه میره توی اتاقش. مثال یعنی داستان، داستان یعنی سیناپسای بیشتر، سیناپسای بیشتر یعنی یادگیری عمیق‌تر و درست‌تر. یعنی مشابه همچین موقعیتی توی زندگی خودت اتفاق بیفته سری میاد توی ذهنت این کلمه. بعد از اینکه مثال خوندی و کامل برات جا افتاد، واسه محکم کاری آخرش یه نگاهی به معنی هم بنداز. اما بچه‌ها اگه کلمه‌ها رو اینجوری هم بخونین، یعنی همه اینا رو هم بلد باشین، گرامر هم خیلی خوب بخونین و بلد باشین، کتابای مثلا گرامر نیوز و کلی کتاب گرامر، درسنامه خوندی، فرمولا رو میدونی، تمرینا رو کامل انجام دادی، قشنگ بلدی، اما تا میای دهن باز کنی که حرف بزنی همه چی یادت میره، یعنی یه جای کار میلنگه. زبان انگلیسی رو علاوه بر فهمیدن باید احساس کرد. یه مثال براتون میزنم. به یه بچه‌ها میگفتم که فلانی مترادف یا آلترناتیوی واسه how are you اگه بخوای بگی چی میگی؟ یهو برگشت گفت how you doing. دقیقاً با همین لحنم گفت. گفتم که اینو از کجا یاد گرفتی؟ گفت friends، کاراکتر جویی. How you doing؟ حالا فکر کن همین how you doing یا خیلی کاملترش how are you doing و من میگفتم به عنوان یه آلترناتیو فلانی وارد دفترت کن، اینم به جای how are you میتونی استفاده کنی. همونجا میموند، توی دفترت میموند و هیچ وقت اینجوری یادش نمیگرفتی. برای اینکه زبان رو احساس بکنی و همه اون چیزایی که با تجزیه تحلیل یاد گرفتی بخوای احساسشون بکنی حالا و کامل برات جا بیفته، تا جایی که میتونی خودتو اکسپوز کن، قوطه‌ور کن توی دنیای انگلیسی. فیلم ببین، پادکست گوش بده، ویدیو یوتیوب ببین، موزیک گوش بده، اما به زبان انگلیسی. میدونم بارها شنیدین، خیلی‌ها بهتون گفتن، شاید فکر میکنین کلیشه است، ولی بچه‌ها همینه. ماشین دوست داری؟ برو ریویوهای ماشین به زبان انگلیسی با سابتایتل روشن توی یوتیوب ریویوهای ماشین ببین. آشپزی دوست داری؟ برو رسیپی ها به زبان انگلیسی تو یوتیوب ببین. فیلم دوست داری؟ سینما دوست داری؟ برو فیلم ببین. یعنی واسه هر علاقه‌ای ما یه عالمه ریسورس داریم به زبان انگلیسی. اما حواستون باشه این اشتباه نکنی. خیلی از بچه‌هایی که بعد سالها فیلم دیدن اومدن پیش من گفتن که پوجان من فقط با فیلم دیدن زبان یاد گرفتم، ولی الان وقتی میخوام صحبت بکنم چیزایی که صرفا یاد گرفتم و میگم، ولی هیچ ایده‌ای ندارم اون چیزایی که دارم میگم از نظر گرامری درستن یا نه. این تفکر که من فقط با فیلم دیدن و ویدیو زبان یاد بگیرم دقیقاً به همون اندازه اشتباهه که میگین من با کتاب و جزوه و کلاس زبان یاد بگیرم. هیچ کدوم این دوتا نیست، تلفیقی از جفتشونه. و خیلیاتون میگین که فوجان پس بچه‌ها چجوری زبان مادریشون رو یاد گرفتن؟ منم میخوام مثلا همون زبان انگلیسی رو یاد بگیرم. باشه این تفکر کاملا اشتباهه. چامسکی زبانشناس معروف میگه بچه‌ها وقتی به دنیا میان ذهنشون مثل یه موتور یادگیری کار میکنه که توی سالهای اول خیلی خوب کار میکنه، یعنی اینا آماده است ذهنشون واسه اینکه اصلا یاد بگیرن. اما ما یهو تو 20 سالگی 30 سالگی یا 40 سالگی نمیتونیم بیایم مثل بچه‌ها زبان دوم یاد بگیریم. علاوه بر اون ما 20 30 سال در معرض زبان مادریمون بودیم، اما زبان دوم که تازه شروعش کردیم. پس باید بیایم اینو جبران بکنیم تا میتونیم فیلم ببینیم و خودمون رو در معرض قرار بدیم. بچه‌ها سیتکام ببینید، فیلم ببینید. سیتکام به شما کمک میکنه. حالا نمیگم فرندز، چون فرندز رو خیلی از بچه‌ها میگن که من ارتباط نگرفتم باش، اما اینم بهتون بگم که من خودم یکی از اون آدمایی بودم که یکی از استادان بهم میگفتش که پوجان فرندز ببین، و من اون اوایل یه گارد خیلی سفت و سختی داشتم و میگفتم نه صدای خنده هاش رو مخمه. یعنی میخوام بگم شمایی که فکر میکنید صدای خنده هاش رو مخمه، من خودم همین بودم، کسی که الان عاشق فرندزه. و بعد از 2-3 تا اپیزود من اصلا دیگه اون صداهای خنده رو نمیشنیدم. اما کسایی هم دیدم که اصلا فرندز ندیدن و باهاش ارتباط نگرفتن، ولی سیتکامای دیگه دیدن. اون سریال یا سیتکامی که مورد علاقته، اون چیزی که واسه خودت رو باید پیدا کنی. حالا چرا میگم سیتکام علاوه بر فیلم و سریال؟ یکی اینکه اپیزودیکن و داستان هر اپیزود با اون یکی فرق میکنه، توی هر موقعیتی میتونین ببینین. دوم اینکه کاراکترها توی موقعیت‌های روزمره قرار میگیرن، درباره چیزایی که مربوط به روزمره میشه صحبت میکنن و اون جوکایی که توی سیتکام‌ها هست یه لول دیگه از انگلیسیه. اما چطوری فیلم ببینم؟ خیلیاتونم میگین پوجا من خیلی فیلم دیدم پس چرا انگلیسیم خوب نشده؟ میپرسم ازش چطوری فیلم میبینی؟ میگه با زیرنویس فارسی.
این اولین اشتباه بزرگیه که میکنین توی فیلم دیدن. فقط و فقط زیرنویس انگلیسی. اون زیرنویس فارسیه نه تنها ترجمه ها بیشتر وقتا پر اشتباهات فاحشه. مثلا یکی از صحنه‌های یکی از فیلم‌ها رو یادمه به پسره می‌خواست بگه که بیا یه چیز برامون بنواز. موقع شام بود، ایونینگ بود، نشسته بودن. میگه یه چیز بیا تو پیانو برامون پیانو بزن برامون بنواز. Why don't you play something؟ به نظرتون اونو چی ترجمه کرد؟ Play an instrument. ولی اینجا ترجمهش کرده بود بیا بازی کن. بیا یه بازی کن. Play something. حالا اصلا اینو کار ندارم. زیرنویس فارسی وقتی میذاری بعد وایسی که میشنوی انگلیسیه مغزت بدتر گیج میشه. این باعث میشه نه تنها انگلیسی یاد نگیری بلکه سیمکشی مغزتو بدتر داری به سمت فارسی میبری به جای اینکه سمت انگلیسی رفتن و انگلیسی فکر کردن بشه. دومین اشتباه بزرگی که توی فیلم دیدن میکنین اینه که فیلمو پلی میکنین و بعد میذارید همه چی رد میشه. یعنی اکتیو واچینگ نمیکنین. بچه‌ها اکتیو واچینگ یعنی اینکه من هر کلمه‌ای که نمیدونم، هر جمله‌ای که نمیفهمم رو پاس کنم، برم تو گوگل، برم همه چیشو درارم. اینو که بهتون میگم میگین وای فوجان خیلی سخته. چند ماه اولش سخته ولی کم کم راه میافتین، بعد دیگه متوجه میشین و لذت میبرین. من خودم وقتی تینیجر بودم و تازه زبان و فیلم دیدن شروع کرده بودم، یک فیلم سینمایی معمولا 2 ساعته رو توی 5 شب میدیدم. یعنی اینجوری شده بود که من فرداش که میرفتم مدرسه دوستان مسخره‌ام میکردن که تو هنوز داری اون فیلمو میبینی، ولی من فیلم رو خورده بودم. یعنی هر بعضی از صحنه ها رو میوت میکردم، خودم به جای کاراکتر صحبت میکردم. انقدر که دیده بودم دیگه حفظ بودم. بچه باورتون نمیشه ولی off the top of my head، یعنی الان که بهش فکر میکنم، یکی از صحنه های فیلم دارک نایت نولان که از اون فیلمایی بود که من تا صبح بیدار موندم و دیدمش، یه صحنه‌ای هست جوکر داره با چند نفر صحبت میکنه و سر میزی نشستن، بعد برمیگرده میگه که یه همچین چیزی میگه cops can't cross you. کلمه cross که به معنای ضرب در یا حالا صلیب میشه رو به عنوان یه فعل استفاده میکنه که میشه معنای در افتادن. میگه پلیسا نمیتونن با شما در بیفتن. These cops and lawyers wouldn't dare cross any of you. ریز بشین توی دیالوگا، ببینین چی داره میگه. یه عالمه چیز جدید یاد میگیرین. اگر که تنبلیتون میاد وارد دفترتون بکنین، میتونین همونجا عکس بگیرین ازش و بعداً وارد دفترتون بکنین و خود جمله رو بنویسین. بذارید من دفترمو بیارم بهتون نشون بدم. اون قدیما از همون زمانی که تینیجر بودم بهتون بگم چجوری مینوشتم. آقا این بچه‌ها این نمونهشه. تایتل فیلمو مینوشتم و بعد جمله ها رو مینوشتم. یعنی دیالوگ کلمه رو نمینوشتم. جمله رو کامل بنویسین. اون چیزی که توش جدیده یا خفنه یا خیلی کاربردیه دوست دارین ثبتش کنین و توی جمله هایلایت کنین. بعد اینو هر جا که میرفتم با خودم میبردم، همینجور ورق میزدم و موزیک گوش میدادم. اگه تو همه این کارهایی که بهت گفتم انجام بدی ولی تا وقتی که اسپیکینگت خوب نباشه، یعنی این کار اصلا اون زبان رو بلد نیستی، اینجاست که بچه‌ها ناامید میشن. اصلا فکر کن یه سرف بورد میخری، یه تخته مشت سواری، بعد صبح به صبح اینو میذاری جلوی آینه، خودت هم میری روش وای میسی، یه پوز و ژستی میگیری که انگار داری مشت سواری میکنی. اما تا وقتی که تو اون تخته مشت سواری رو ننداختی توی دل دریا، میتونی مشت سواری کنی؟ اسپیکینگ همینه. و خب خیلی منطقی، خیلی هم میک سنس میکنه. واسه بهتر کردن هر چیزی تو باید همونو تمرین بکنی. اسپیکینگت میخوای خوب بشه باید تمرین اسپیکینگ داشته باشی. خیلی ساده است. حرف بزنید تا میتونید حرف بزنید. اصلا یه متن رو بگیرید از روش بخونید. مغز شما باید بشنوه که شما دارین زبان انگلیسی رو بلند بلند حرف میزنید. اصلا میتونی با چت جی پی تی صحبت کنی، بهش بگو تو یه معلمی که باید غلطای منو بگیری. اصلا کلاس فری دیسکاشن بریم، ولی فری دیسکاشن یه باگی داره. اونم این که معلمی که داره اون کلاس رو ران میکنه باید تک تک چیزایی که تو غلط داری رو بیاد بهت بگه. اگر این اتفاق میفته که چه عالی، اما اگر که تو حرف بزنی فقط خب اشتباه به حرف زدن ادامه میدی. برای اینکه اشتباه نکنی حتما دفتری که داری رو از پشتش بیا اشتباهات رایج یا کامن میستیکات رو بنویس. مثلا سارا وقتی میخواد صحبت بکنه این چیزا مختص ساراست، این چیزا رو اشتباه میگه. کامن میستیکات رو باید بشناسی که بتونی رفعشون بکنی، چون بیشترتون موقع حرف زدن یه مدل غلط دارین که هر دفعه همونا رو غلط میگین. و آخرین و مؤثرترین توصیه واسه اسپیکینگتون،
رکورد کردن صداتونه. صداتون رو ضبط کنین، اینا رو حذف نکنین و نگهشون دارین. یه آرکایو بسازین از همه وایسایی که توی ماهای پیش داشتین. برگردین وایسای قدیمیتون رو گوش بدین، لهجه‌تون و تلفظتون و گرامرتون و لغاتتون و همه اینا رو بشینین از بیرون خودتون رو ببینین و آنالیز کنین. و در آخر چند تا تیپ بهتون میدم که خیلی تاثیرگذارن. بچه‌ای که مبتدی هستین، سری نرین اون چیزی که توی فارسی فکر میکنین و بخواین به انگلیسی تبدیل کنین. از قالبای کوچیک و جملات کوچیک و ساده استفاده بکنین. آروم آروم، نرو سراغ اون جمله بندی پیچیده‌ای که توی فارسی تو ذهنته. با اون چیزایی که تا الان تو انگلیسی یاد گرفتی یه چیز درست کن و منظورتو برسون. فارسی اصلاً فکر نکنین. انگلیسی فکر کردن رو چجوری انگلیسی فکر کنم؟ فیلم دیدن زیاد باعث میشه انقدر تو در معرض قرار بگیری که ناخودآگاه دیگه انگلیسی فکر کنی. حتما این ویدیو رو واسه هر کسی که میشناسین داره زبان میخونه بفرستین که اشتباه زبان نخونه. سوالی هم داشتین توی کامنت ها میتونین ازم بپرسین. و مرسی ازتون که تا اینجای ویدیو با من بودین.